خیلی ها گفتم که ساعت ها رو نشون بده. مارک باوا، مارک فلامینی. اینم که فلیپلان، یک عجوبه فرانسه. فلیپلان. اینم دی دکارتیان که پاینیر. این دوتا عجوبه هم. رولکس. ساعتهای بسیار گران قیمتی هم. این هم قیمتشون رو بگم. رولکس. اینم که یکی از شاهکارهای آلمانه. رودنوالد اون زونه، پسرای رودنوالد. خیلی جنتلمنه این رودنوالد اون زونه، یه مارک بسیار زیبا. اینم که عجوبه انگلیسه، ویویان وست‌وود. یکی از زیباترین ساعت‌هایی است که انگلیس زده. وست‌وود. رودنوالد اون زونه، رولکس سوئیسی. به نظرتون کدومشون زیباتره؟ یک عدد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو کامنت ها بنویسین کدوم ساعت مورد علاقتونه. اینم که خدای پفن ورساچ.